سوال: کی و کجا حرف اول یک کلمه رو باید بزرگ بنویسیم؟ با من همراه باشید تا 5 تا از این موقعیت‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. 1. اولین کلمه هر جمله‌ای. اولین کلمه‌ای که در هر جمله به کار میره، حرف اولش باید به صورت کپیتال یا بزرگ نوشته بشه. دومین حالت: اگر از کسی جمله‌ای رو نقل می‌کنیم، به عبارتی جمله کاملی رو اگر داخل نقل قول قرار بدیم، باز باید حرف اول اون جمله به صورت بزرگ نوشته بشه. اما اگر کلمه یا عبارتی رو از کسی نقل قول کنیم، این ضرورت وجود نداره. حالت سوم: اسامی خاص که اصطلاحاً تو انگلیسی بهشون میگیم proper nouns. اسم خاص چیه؟ اگر بخوایم خلاصه بگیم، اسم خاص به اسمی گفته میشه که برای نامگذاری یک شخص مشخص، مکان یا یک چیز مشخصی استفاده میشه. در یک پست مجزا انواع اسامی خاص رو با مثالهای متنوع براتون به صورت مفصل توضیح دادم. پنجمین مورد که شاید خیلی پیش پا افتاده به نظر بیاد، ضمیر I هست. ضمیری که به معنای من در انگلیسی استفاده میشه، همیشه به صورت بزرگ نوشته میشه. مهم نیست اول جمله باشه، وسط جمله باشه یا آخر جمله. در مورد ضمایر دیگه، فقط اگر در اول جمله قرار بگیرن، حرف اولشون رو به صورت بزرگ یا capital letter می‌نویسیم. و مورد آخر که در اون باید کلمه رو با حرف بزرگ شروع کنیم، مهمترین کلمه ها در عنوان ها هستند. فرض کنید عنوان یک کتاب رو داریم که هست A Tale of Two Cities. در این عنوان باید A، T در tale، T در two و C در cities با حرف بزرگ نوشته بشن. معمولا در عنوان ها کلمه اول و کلمه آخر هرچی که باشن با حرف بزرگ نوشته میشن، ولی در بین کلماتی که این وسط قرار میگیرن عموما کلمات ربط کوتاه مثل and، but، or اینا کوچیک نوشته میشن. حروف تعریف a، and، the کوچیک نوشته میشن. حروف اضافه in، on، at، by اگر در عنوان ها به کار رفتن با حرف کوچیک نوشته میشن.